سلام خدمت همه دوستان عزیز. ببینید مصرف نمایشی استپ موتور که خدمتتون عرض کردم به این نحو میتونه باشه. الان ببینید من چون حالا وسیله زیادی قابل دسترس نبود، من یه تیکه یونولیت گذاشتم سر شفت موتور، سر شفت استپ موتور. بعد یه دونم آچار فرانسه گذاشتم روش که این میچرخه و به قول معروف جنس ما رو قابل عرضه و نمایش میکنه. از این تیپ نمونه کارها میتونید با این موتور انجام بدید. خیلی هم عالی، خیلی هم شکیل. حالا من امکاناتشو زیاد نداشتم، ولی شما میتونید خیلی طراحی خوشگلی انجام بدید و اینجوری جنستون رو ارائه بدید. و اینکه میتونید برای تهیه این استپ موتور به سایت بنده رها خط تیره موتور .ir یا با موبایل بنده تماس بگیرید.